تصور کن نزدیک به 100 سال توی یک رشته ورزشی باشی و تقریبا هیچ موفقیت بزرگی به دست نیاری. این دقیقاً وضعیت دوچرخه سواران بریتانیایی بود. سالها میگذشت و نتیجه‌ای که انتظارش داشتن رو به دست نمی آوردن. عملکردشون اونقدر ضعیف بود که حتی بعضی از شرکت‌های دوچرخه سازی حاضر نبودن تجهیزاتشون رو به اینها بفروشن، چون میترسیدن که اعتبارشون خراب بشه. اما داستان همینجا تموم نشد. توی سال 2003 همه چیز شروع به تغییر کرد. مردی به اسم دیو بریسفورد مربی این تیم شد. اون یک ایده خیلی ساده رو اجرا کرد. ایده‌ای که شاید خیلی ها از کنارش رد میشن. بهبودهای 1%. اون باور داشت اگه هر چیزی رو فقط 1% بهتر کنیم، این تغییرها کم کم روی هم جمع میشن و در نهایت نتیجه بزرگ میسازن. برای همین شروع کرد و همه چیز رو بررسی کرد، از طراحی زین دوچرخه که روونتر باشه تا جنس لباس‌ها که سبکتر و راحت‌تر باشه، از تغذیه ورزشکارها گرفته تا کیفیت خوابشون. حتی نوع بالش و تشکی که روش میخوابیدن رو هم تغییر داد. بهشون یاد داد که چطور دستاشون رو بشورن تا کمتر مریض بشن. هر چیزی که میشد یه کمی بهتر بشه رو بهتر کرد. هیچ کدوم از این تغییرها بزرگ نبودن، اون قدر کوچیک بودن که شاید اصلا به چشم نمی اومدن. اما وقتی که کنار هم قرار گرفتن، بعد از یک مدتی یک اتفاق بزرگ رخ داد. دوچرخه سواران بریتانیایی توی المپیک 2008 حدود 60% مدال‌های طلا رو به دست آوردن و 4 سال بعدش در المپیک 2012 این عدد به 65% رسید. و چند سال بعد همون کشوری که دهه‌ها هیچ موفقیت بزرگی نداشت به قهرمانی رسید. داستان دوچرخه سواران بریتانیایی داستان یک تغییر بزرگ نیست. داستان صدها تغییر کوچیکه که کسی بهشون اهمیت نمیده. تغییرهایی که به تنهایی ناچیز به نظر میرسن، اما وقتی که روی هم جمع میشن میتونن تاریخ یک ورزش رو تغییر بدن. شاید چیزی که سرنوشت رو عوض میکنه همیشه یک قدم بزرگ نباشه. گاهی فقط قدم‌های کوچیکیه که هر روز تکرار میشن.